سلام دوستان، امروز اومدیم تعویض روغن بابکت یا مینی لودر دوراج 761 رو آموزش بدیم. واسه تعویض روغن هر دستگاهی البته باید اول بذاریم دستگاه روشن باشه که روغن خوب گرم بشه. البته ما تازه از سر کار اومدیم و دستگاه گرم هستش. واسه این کار اول یه مقدار گرد و خاک هایی که روی دستگاه هست تمیز میکنیم و بعد این فیلتر سفیده که میبینید فیلتر روغن هستش و این لوله، یعنی این پیچ کارتره، ولی واسه این که راحت‌تر بتونیم روغن رو تعویض کنیم واسه یه شلنگ گذاشتن. یه شلنگ از این سوراخ پشتی در بیاد و تعویض روغن رو راحت‌تر انجام بدیم. الان این شلنگ رو در بیارم. ببینید این همین شلنگ است. همین شلنگه اومده اینجا که اینجا راحت این پیچه رو باز کنیم و روغن تخلیه بشه. خب واسه نگه داشتن این هر ابزاری میتونید استفاده کنید. من اشاره دیگه ندارم، انبار کلاغی استفاده میکنم. البته به این نکته دقت داشته باشید که دستگاه یه مقداری تو حالت شیب قرار بدید، یه مقدار کم، یه روغن راحت کامل تخلیه بشه. از بالا درب سوپاپ رو حتما باز کنید که روغن سریعتر خالی بشه. دوستان دقت کنید هر موقع خواستید این پیچ شلنگ روغن رو ببندید، این مثل شلنگ هیدرولیک هست. شلنگ هیدرولیک میاد، اون شلنگ هیدرولیک هستش، میاد داخل این کیپ میشه. واسه اینکه خیالتون راحت‌تر باشه این روغن نکنه یه مقداری داخل این تفلون بزنید. حالا داخل چجوری به چه صورتی تفلون بزنید الان بهتون نشون میدم. از بیرون یه مقدار تفلون میگیرید میگذارید اضاف باشه، نصفش رو رزوه باشه نصفش داخل، زیاد هم نزنید. بعد در حد 2 دور 3 دور بس. بعد ببینید اینو به داخل خم کنید. این دیگه نیازی هم نیست ولی دیگه خیالتون راحته اینو همین کار کنید در همین حد، دیگه خیالتون راحته، به هیچ وجه روغن نمیکنه. واسه باز کردن فیلتر یا آچار فیلتر نیاز داریم. ترجیحاً دست کوتاه باشه به همین اندازه خیلی خوبه، چون جاش خیلی بد دسته و تنگه. دست بلندی ذره اذیت میکنه. خب برای اینو ببینیم یک دستی میتونیم انجامش بدیم.
دوستان لایک فراموش نشه، واسمون دلگرمی بشه بیشتر آموزش بگذاریم. به همین راحتی باز میشه. یه مقدار روغن کف سینی ریخته میشه ولی دیگه طبیعیه. هم فیلتر هنوز هم داغ دور دستمونو میسوزونه. روغن آروم میاد ولی میذاریم کامل خالی بشه که روغن سوخته قاطی روغن نو نشه زیاد. واسه سوار کردن فیلتر جدید حتما این اورنگی رو یه ذره چرب کنید، یه مقداری با همین روغن سوخته که موقعی سفت کردن اورنگی پاره نشه. و حتما جای فیلتر رو قشنگ با دستمال تمیز کنید، هرچی کثیفی هست خاک اینا داخل موتور نره. و یه مقداری با آچار یه مقدار کم سفتش میکنیم. اون بالایی هم فیلتر قرمز فیلتر گازوئیل هستش، انشالله توی یه پست دیگه نحوه تعویض اونو نشون میدم. نحوه تعویضش هم مثل همین تقریبا واسه باز کردن اینا یکیه، فقط یه قلق هواگیری داره که انشالله توی پست دیگه آموزش میدم انشالله. بعد از اینکه روغن کامل تخلیه شد این مهره رو میبندیم، سفت و محکم میکنیم و میفرستیم بره داخل. باید دست رو از داخل بکنیم قشنگ بره داخل. و بعد از اون از ضرب بالای سوپاپ 8 لیتر روغن خالی میکنیم. واسه ریختن روغن ترجیحاً این فیلتر هوا رو باز کنید با گالون راحت بتونید روغن داخل موتور بریزید. و نکته ای که هستش ماشین های سنگین معمولا هر 100 ساعت روغن تعویض میکنن. این لودرها معمولا چون بیشتر توی فشار هستن سعی کنید مثلا توی 70 ساعت 80 ساعت نهایتش 90 ساعت روغن رو تعویض کنید. 100 ساعت معمولا واسه لیفتراک جرس اخیر که یه مقداری کمتر موتورشون تو فشاره بیشتر هم میشه ازش استفاده کرد. 100 ساعت 120 ساعت هم میشه استفاده کرد. و این لودرها معمولا مینی لودر هرچی باشه که بیشتر تو فشاره موتورهاشون سعی کنید کم قبل از 100 ساعت روغنش تعویض بشه. موفق باشید. خدا نگهدار.